امن‌ترین نقطه غرب آسیا از نگاه آمریکایی‌ها، قلعه‌ای است که با مدرن‌ترین رادارها و چتر جنگ الکترونیک غیرقابل نفوذ به نظر می‌رسید. پایگاه موفق یا الازرق، دژی چند صد میلیون دلاری که در دل صحرای اردن پنهان شده. اینجا قلب تپنده سنت کام و مقر جناح 332 اعزامی هوایی است. آشیانه پهپادهای ترور MQ-9 و جنگنده‌های F-15، F-16 و اشباح نسل پنجم F-22. موقعیت استراتژیک این پایگاه به آنها اجازه می‌دهد با دسترسی 360 درجه در چند دقیقه آسمان عراق و سوریه را زیر سلطه بگیرند. پنتاگون با ساخت آشیانه‌های بتونی ضد موشک و توسعه باندها می‌خواست اینجا را به یک پایگاه جایگزین و مطمئن در غرب آسیا تبدیل کند. اما این برنامه‌ریزی پرهزینه ابتدا در جریان جنگ 40 روزه در هم شکست، جایی که موشک‌های ایرانی آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 و مرکز کنترل آمریکایی‌ها را هدف قرار دادند. اما این پایان ماجرا نبود. طی چند روز گذشته و در جریان موج چهارم عملیات نصر، پهپادهای ایرانی با فریب رادارها و عبور از لایه‌های سنگین جنگ الکترونیک بار دیگر خود را به قلب این پایگاه رساندند. ضربات دقیق به مخازن سوخت و زاغه‌های مهمات این پایگاه ثابت کرد افسانه منطقه امن آمریکایی‌ها در الازرق برای همیشه فرو ریخته است.